سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا از روزهای تابستونیتون حد اکثر لذت و استفاده رو برده باشین. مثل همیشه من یوسف علی اومدم تا شما رو به مطالب علمی و جذاب دوچار کنم. این آخرین پارت از مجموعه کانابیس یا ماریجوانا از زبان دکتر اندرو هیبرمن خواهد بود. بریم برای قسمت آخر. کاوش‌های گسترده‌ای در مورد اینکه آیا افرادی که به اصطلاح آرومتر، مضطربتر یا هر تعداد از ابعاد شخصیتی متفاوت هستند به چه طریقی به این آزمایش پاسخ خواهند داد انجام شده، اما در واقع هیچ راهی برای تشخیص اون وجود نداره. علاوه بر این دوز THC و CBD میتونن به شکل خوراکی‌های نسبتاً ساده باشن، چون حداقل اگر منبع کنترل شده‌ای باشه میتونه مقدار مشخصی از میلی گرم THC و CBD وجود داشته باشه. این در مورد خوراکی ها صادقه، اما اندازه‌گیری اون مقادیر از اشکال قابل دود کردن ماریجوانا خیلی سخت تر میشه، به خصوص اگه اونها از طریق منابعی به دست اومده باشن که اطلاعات شفاف زیادی در مورد مقدار کل THC در اون محصول وجود نداشته باشه. حالا همه اینها امروزه به دلیل تجاری سازی محصولات THC و CBD و ماریجوانا در تعدادی از مناطق مختلف از جمله در ایالات متحده آمریکا خیلی تغییر کرده. اما هنوز هم خیلی از مردم ماریجوانا، THC و CBD رو از طریق منابعی مصرف میکنن که واقعا نمیدونن چه مقدار از اون رو دارن به سیستم بدن خودشون وارد میکنن. بنابراین اینکه آیا افرادی با مصرف ماریجوانا حس تسکین، اضطراب و افزایش تمرکز و سرحالی بهشون دست میده یا اینکه عوارضی مثل پنیک اتک و پارانویا رو بعد از مصرف تجربه میکنن، خیلی مشکله که بخوایم فقط بر اساس اطلاعات دوز مصرفی پیش بینی کنیم. البته حالا میتونیم دسته‌بندی‌های گسترده ایجاد کنیم و در مورد مطالعاتی صحبت کنیم که دسته‌های گسترده‌ای از دوز کم، متوسط و بالا، استفاده مداوم و استفاده کمتر رو ایجاد میکنن. اما برخلاف الکل و نیکوتین ما واقعا نمیتونیم به طور واضح و دقیق به X گرم ماریجوانا در هفته اشاره کنیم. مثلا بگیم مصرف X گرم ماریجوانا که خطرناک نیست. بنابراین من میدونم که خیلی از افراد این سوال رو دارن که چقدر میتونن ماریجوانا بکشن یا هر چند وقت یک بار میتونن ماریجوانا یا THC یا CBD رو به هر تعداد از اشکال و محصولات مختلف با خیال راحت بخورن. خب در اینجا ما باید کلمه ایمنی رو تعریف کنیم و باید واقعا بپذیریم که یک سری کنترل های نسبتا سست و بیقاعده روی اونچه که فرد موقع مصرف THC و CBD وارد مغز و بدن خودش میکنه وجود داره. اما حتی تحت شرایطی که خیلی کنترل شده باشه، پیش بینی اینکه این اثرات دقیقاً چه خواهند بود خیلی سخته. بنابراین قبل از اینکه به جزئیات مصرف یا عدم مصرف ماریجوانا و اینکه اهداف دارویی چی هستن و بعضی از داده‌های هیجان انگیز جدیدتر به چه چیزی اشاره میکنن بپردازیم، به طور خلاصه میخوام فهرستی تهیه کنم و قول میدم خیلی خلاصه باشه، چون میدونم که اغلب مختصر صحبت نمیکنم، اما سعی میکنم به خاطر شما دقیق باشم. من میخوام فهرستی خیلی مختصر از نواحی مختلف مغزی که تحت تاثیر THC و CBD قرار میگیرن تهیه کنم و اینکه چرا THC و CBD تاثیرات مختلفی دارن. وقتی کسی ماریجوانا میکشه یا میخوره فرقی نمیکنه نسبت THC و CBD چقدره. اگه نقص‌هایی در حافظه اون فرد ایجاد کنه که این تقریبا در اکثر مواقع اتفاق میفته، دلیل کاهش فعالیت الکتریکی در این ناحیه مغز به اسم هیپوکامپ. هیپوکامپ به معنای اسب دریایی، چون ظاهری شبیه به اسب دریایی داره و این به خاطر اینه که کالبدشناسا دوست دارن اشیا رو بر اساس شکل ظاهری نامگذاری کنن. تأثیری که مصرف ماریجوانا روی هیپوکامپ میذاره باعث کاهش عملکرد یادگیری و حافظه کوتاه مدت ما میشه. این موضوع صرف نظر از اینکه شخص از ساتیوا، ایندیکا یا بعضی از ترکیبات اونها استفاده میکنه یا نه درسته. به طور کلی قشر جلوی مغز قرار توسط گونه ساتیوا فعال بشه که باعث افزایش قدرت تفکر و محدود کردن تمرکز به بعضی فعالیت ها میشه و این بیشتر با گونه ساتیوا مرتبطه. گونه ایندیکا همونطور که قبلا هم گفتیم تمایل به سرکوب فعالیت در قشر جلوی مغز دارن. چه باور کنیم چه نکنیم باعث از کار افتادن قدرت تفکر و برنامه‌ریزی فرد میشه و به همین دلیل که گونه ایندیکا اغلب برای آرامش و بهبود
خواب و از این قبیل موارد استفاده میشه. صرف نظر از این که گونه ساتیوا یا ایندیکا وجود داره یا نه و مجددا صرف نظر از نسبت THC به CBD، سرکوب کلی مدارهای عصبی در گره‌های پایه یا به اصطلاح بیسال گنگلیا و مخچه وجود داره. گره‌های پایه و مخچه نواحی از مغز هستند که در برنامه‌ریزی عمل و جلوگیری از عمل نقش دارند، به طوری که به گره‌های پایه‌ای مدارهای بدون حرکت هم میگن و همچنین مخچه که در تعادل و همچنین برنامه‌ریزی حرکتی و توالی حرکتی نقش داره. به همین دلیله که افرادی که ماریجوانا میکشن بدون توجه به نوع اون از لحاظ فیزیکی تحرک کمتری دارن. سایر عوارض شایع قرمزی چشم و خشکی دهان هست که در واقع توسط همون مکانیسم کلی ایجاد میشه، یعنی کاهش ترشح بزاق و اشک و مرطوب شدن چشم ها از غدد اشکی به دلیل وجود گیرنده های CB2 و همچنین CB1 در دهان و چشم هاست. به خصوص در مورد گونه های خاصی از ماریجوانا افزایش اشتها هم وجود داره که اصطلاحاً مانچیز گفته میشه و اینا همه ارتباطی با تراکم خیلی بالای گیرنده های CB1 در هیپوتالاموس داره، به ویژه مناطقی از هیپوتالاموس مثل هسته کمانی هیپوتالاموس و البته نواحی دیگه هم که دارای تعداد زیادی گیرنده CB1 هستن THC و CBD رو متصل میکنن و نورون هایی رو که به شدت اشتها رو از طریق دو مکانیزم تحریک میکنن فعال میکنن. یکی مکانیسم شناختی ایجاد مشغله ذهنی با غذا و پیشبینی طعم و همچنین تجربه طعم‌های متفاوت است. بنابراین تمرکزتون رو روی چیزی که میخواید بخورید محدود میکنه. مثلا واقعا هوس پیتزا کردی، به نظر میرسه که از غذاهای چرب و پرکربوهیدرات باشه، اما واقعا این احساس هوس شدید به پیتزا تمرکزتون رو محدود میکنه تا به چیز دیگه‌ای فکر نکنید. همچنین این حس از هیپوتالاموس به روده و سپس به نورون‌های درون معده که قند خون رو تنظیم میکنن سیگنال میده. بنابراین اثرات قوی روی قند خون THC و CBD وجود داره که به طور کلی منجر به افزایش اشتها میشه. بنابراین دو مکانیسم موازی، یکی در مغز و یکی در بدن، اشتها رو افزایش میدن و همچنین مجموعه‌ای از اثرات مختلف رو به دنبال دارن. و همونطور که قبلا گفتیم گیرندهای CB1 در سراسر سیستم عصبی در مغز و نخاع وجود دارند. در واقع وجود گیرندهای CB1 در نخاع تا حد زیادی این واقعیت رو توضیح میده که THC و CBD اگرچه به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفتن میتونن تا حدودی درد رو تسکین بدن. من باید بعضی از اونها رو بگم چون خیلی از مردم تصور میکنن با مصرف ماریجوانا تسکین درد بیشتری رو تجربه میکنن که این موضوع با اونچه در حقیقت رخ میده متفاوته. این در واقع ارتباط زیادی با تغییر ادراکی ما به تمرکز روی چیزهای دیگه داره، اما به نظر میرسه بعضی از اثرات ضد درد برای ماریجوانا و مخصوصا THC وجود داره و این تا حد زیادی از طریق تاثیر بر گیرنده‌های CB1 در نورون‌های نخاع اعمال میشه. بنابراین ماریجوانا طیف وسیعی از تاثیرات رو رقم میزنه، صرف نظر از نوع مصرف، خوردن یا کشیدن و همینطور طیف گسترده‌ای از اثرات رو میشه با این واقعیت توضیح داد که سیگنال دهی رتروگراد یا همون سیگنال دهی معکوس میتونه منجر به فعال شدن یا سرکوب فعالیت در نورون‌های مختلف بشه. خب دوستان، ممنون از اینکه تا پایان این مجموعه 3 قسمتی ما رو همراهی کردید. در ادامه هم سعی می‌کنیم مطالب علمی و جذاب رو براتون جمع‌آوری و ارائه کنیم. فعلا خدا نگهدارتون.